ازم میپرسن تو چی کار میکنی که هرچی به بچت میدی میخوره، دستاتو پس نمیزنه، لازم نیست پشت سرش بلند شی بدوی، خودش میاد میخوره. دقیقاً راز موفقیت چیه؟ خب من چند تا تکنیک دارم که یکیش جدول غذایی ساتره و اونم میگه که مادر تعیین میکنه که چه زمانی و چه غذایی ارائه بشه و بچه تعیین میکنه که چقدر از اون غذا رو بخوره و خب ما اینجوری جنگ و دعوامون تموم شده. من برای غذا خوردن اصلا اجبارش نمیکنم که چقدر بخوره، چون میدونم بدنش هوشمنده و هر چقدر گرسنه باشه همونقدر میخوره. بعد بهم میگه که خب من اگر ولش کنم تا 48 ساعتم هیچی نمیخوره. میگم ولش کن، خب نخوره. خب چه اتفاقی میفته؟ نترس، نمیمیره. وقتی گرسنش باشه خودش میاد دنبال غذا. نترس، چون بچه‌ها هوشمندن و سعی میکنن مادر پدر رو کنترل کنن و اگر بفهم از طریق غذا میتونه کنترلت کنه قطعا این کارو میکنه. یکی از راههایی که من باز دوباره سبزیجات رو قایم میکنم توی غذا سالاد ماکارونیه. هر چی که بخوام توش میریزم، آخر کارم بیشتر ماست میزنم تا مایونز، آب لیمو ترش تازه اضافه میکنم و عاشقش میشه. من معمولا کالباس میزنم چون عطر خیلی خوبی بهش میده، اما با مرغم میشه درستش کرد. بچه‌ها مخصوصا بچه‌های کوچیک کنترل 2 تا چیز رو دارن: خوردنشون، دستشویی کردنشون. اگر بدونن با این 2 تا چیز میتونن اذیتتون کنن، حتما این کارو میکنن، دریغ نمیکنن، چون شما سد تفریحش هستید.